باور این که یه سیارک تونسته باشه باعث انقراض دایناسورها بشه برای بسیاری سخته. چطور ممکنه موجوداتی که 160 میلیون سال بر زمین فرمانروایی کردن تنها با یک رویداد کیهانی نابود شده باشن؟ از دیدگاهی همچون نگاه خداوند شاهد واپسین لحظات عصر دایناسورها خواهیم بود. در سکوت بیپایان فضا، سیارکی عظیم هم اندازه با کوه اورست با سرعتی باور نکردنی، یعنی 100,000 کیلومتر در ساعت به سوی زمین روانه شد. در همین لحظه دایناسورها روی زمین از این فاجعه قریب الوقوع بیخبرن. مادری دایناسور در حال رسیدگی به نوزادشه. آماده میشه تا روش‌های بقا رو بهش آموزش بده، اما تقدیر فرصتی به آنها نخواهد داد. سیارک با زمین برخورد میکنه. انرژی آزاد شده معادل بیش از 10 میلیارد بمب اتمه. موج گرما آنچنان سهمگینه که هر چیزی در شعاع 2000 کیلومتری در کسری از ثانیه بخار میشه. اما این فقط آغاز ماجراست. ضربه موجهای مهیب در پوسته زمین ایجاد میکنه. زلزله‌های عظیم در سراسر جهان تنها چند دقیقه پس از برخورد آغاز میشن. دایناسورهایی که میلیون‌ها سال از پس فجایع طبیعی جان سالم به در برده بودن، این بار با تهدیدی روبرو هستن که هیچ شباهتی به گذشته نداره. زمین لرزه‌ها سونامی‌های غول‌آسا رو شکل میدن، امواجی با هزاران متر ارتفاع به خشکی یورش میبرن. سیلاب‌های سهمگین حتی بزرگترین دایناسورها را با خود میبرن. هیچ موجودی هر چقدر هم عظیم و جثه در برابر این نیروی ویرانگر شانسی نداره. 1 ساعت پس از برخورد ذراتی که به فضا پرتاب شدن دوباره به جو باز میگردن. در حین ورود آنقدر داغ میشن که هوای غنی از اکسیژن رو شعله‌ور میکنن. زمین به یک اجاق گازی عظیم تبدیل میشه. دمای سطح از 200 درجه سلسیوس فراتر میره. حیوانات در درد و وحشت فریاد میزنن. صخره‌های گداخته همچون باران فرو میریزن و پوست و گوشت رو میسوزونن. دایناسور مادر خودش رو سپر آشیانش میکنه تا شاید جوجه‌هاش نجات پیدا کنن، اما تلاشش بی‌ثمره. حرارت مرگبار هیچ شانسی باقی نذاشته. 2 ساعت بعد طوفان‌های آتش که از گرد و غبار و برخورد ذرات ایجاد شدن نیمی از سیاره رو در می‌نوردن. جنگل‌ها شعله‌ور میشن. دایناسورهای گیاهخوار در میان شعله‌ها گرفتار میشن. آسمان نیز پناهی نداره. پارازورولوفس هایی که از موج اولیه گرما گریخته بودن این بار با صخره‌های سوزان نابود میشن. اقیانوس‌ها نیز بی‌نصیب نمیمونن. باران اسیدی که از گرد و غبار و گوگرد تشکیل شده بر دریا میبارد و گهواره حیات رو به گورستانی خاموش تبدیل میکنه. 3 ساعت پس از برخورد زمین در تاریکی مطلق فرو میره. لایه‌ای از خاکستر و آتش آسمان رو میپوشونه. دایناسورها، فرمانروایان 160 میلیون ساله زمین، اکنون دیگر وجود ندارند. صحنه‌ای وهم‌آلود و غم‌انگیز، یادآور نیروی بی‌رحم و بی‌وقفه طبیعت. اما حتی در دل چنین ویرانی سهمگینی زندگی راه خود رو پیدا میکنه. اگه از این مطلب خوشت اومد خوشحال میشم به خانواده فکت مغز ملحق بشی.